چرا من هر کاری میکنم نقاشیام خوشگل نمیشه؟ ببینم خاله خوشگله که شاید خب یه ذره عجولی. ببین اینجا زدی از خط بیرون، باید یه ذره صبر تو بیشتر کنی. حالا الان ناراحت نباش، به نظرم صفحه بعد دوباره شروع کن، منم راهنماییت کنم. باشه. قرار بود یه داستان برام تعریف کنی. تا تو اونو برام تعریف میکنی من صفحه بعدی رو رنگ‌آمیزی میکنم. داستان آقا رضا اینو با ما چند حساب میکنی؟ آیرات قابلی نداره 500 برای شما کافر بند. آقا چی کار میکنی؟ کوری مگه؟ من چی کار میکنم؟ شما حواست کجاست خانم عزیز؟ یا حسین بدبخت شدیم. از اون گرونا بود؟ چی کار کردی پسر؟ من اینو همین الان فاکتورش کردم. بدبختم کردی. آقا رضا به خدا ناخواسته بود، شرمنده. اصلا نفهمیدم چی شد. ببینم این دسته گلکار کدومتون بود؟ شما سر پیازی یا تر؟ چی میگی خانم؟ آقای راد از بزرگترین کلکسیون دارای تهرانه. مجسمه که زدین شیکوندین مال ایشونه، ایشون خریداری کرده. بکنم متوجه شدین من خود پیازم. حالا ببینم گفتین کدومتون اینو شکست؟ من بودم. نه من خوردم به ایشون. من خوردم. مجسمه دست من بود خانم. آقا دارم میگم من آقا من بودم. بد کاری کردی، قهرمان بازی در بردی. حالا اگه ایشون چیک مونده بودن شاید کوتاه می اومدن، ولی حالا فقط 3 روز فرصت داری. 3 روز فرصت داری که خسارت اینو بدی، وگرنه تمام این خورده مجسمه ها رو از گردن آویزون میکنن دور تا دور شهر میگردونن. احترامتون رو دست خودتون نگه دارید. بگین چقدر میشه مبلغش، من بهتون تقدیم میکنم. مبلغش 10 میلیارد تومان. چی؟